اینجا موزه یهود برلین اثر معمار معروف دنیل لیبسکینه که به شکل یک رعد شکسته طراحی شده. نمادی از تراژدی‌ها و شکست‌های تاریخی یهودیان به ویژه در دوران هولوکاسته. موزه یهود برلین به چند بخش اصلی تقسیم میشه. نمایشگاه دائمی که به بیش از 1000 سال تاریخ یهودیان در آلمان میپردازه و شامل تحولات فرهنگی و اجتماعی یهودیان از دوران قرون وسطی تا زمان حاله. بخش دوم، برج هولوکاست، یک فضای تاریک، سرد و تهی که احساس انزوا، ترس و بیپناهی قربانیان هولوکاست رو به تصویر میکشه. بخش سوم، فضای خالی، شامل هزاران صفحه فلزی که به شکل چهره‌های فریادزنه و بازدید کنندگان میتونن روی اونها قدم بذارن و صدای برخورد فلزا رو بشنون. این موزه یک تجربه عاطفی برای درک پیچیدگی‌های تاریخه.